تصنیفی رو که الان براتون خواهم خوند این قدیمی ترین تصنیفی است که در ایران بین اساتید وجود داشته که معلوم نیست مال کی هست، مال کی هست. به یاد داری ماه من، به یاد داری ماه من که روزگاری جانم که روزگاری اینان نازت ماه من، اینان نازت ماه من بینی سواری جانم بینی سواری به کف گرفتم شاهی من خدا دلم به اجزا گفتم ماهی من دادم به چشمم ماهی من تو کی گذاری شاهی من تو کی گذاری یار من. تشکر استاد.